همکارم که یه دختر مجرد 37 ساله بود میرفت سفر تایلند، مالزی، دبی و عکسای لختیشو فقط به همکارای آقامون نشون میداد. تا اینکه من توی شرکت کوچیک کامپیوتری کار میکنم. همه همکارام کم سن و سال و تو رده سنی 20 تا 25 هستیم. هممون هم از سن کم اومدیم و شروع به کار کردیم. همینجا هم کار یاد گرفتیم، هم کار میکنیم. محیطمون کاملا دوستانه و خانوادگی، خلاصه خیلی جای خوبیه برای ماها که سنمون کمه. اخلاقا اکثرا خوب و خودمونی هن. کسی پوز نمیده، کسی خودشو نمیگیره به جز یه نفر، بهین. بله، بهین که بچه شماله و سنش از هممون بیشتره. کلا 5 ساله با خواهرش که پزشکی قبول شده اومدن تهران و توی محله خوبم خونه گرفتن. دوتایی با هم زندگی میکنن. وضع مالیشون خوبه، ماشینای آنچنانی دارن و خلاصه با اینکه از شهرستان اومدن ولی خب وضع مالی و تیپ و قیافه خوبی دارن. مدیران شرکت اکثرا چون سنشون بیشتر هستش متأهلن، ولی خب همه با هم خودمونی و راحت بودیم. صبحها همه دور هم صبحانه می‌خوردیم. یه میز غذاخوری 8 نفره تو آشپزخونه داشتیم. هر روز صبح یکی پنیر می آورد، یکی خیار و گوجه می آورد. آقا عطا خدماتیمون هم نون می‌خرید. خلاصه دوره هم یه صبحونه مفصلی می‌خوردیم و روزمون رو شروع می‌کردیم. بعضی روزا هم بعد کار با بچه‌ها تو کافه جایی دور هم جمع می‌شدیم. هر کی می‌خواست قلیونی می‌کشید. چند ساعت با هم گپ می‌زدیم. مخصوصا که تولدهای بچه‌ها میشد. شرکت هزینه کیک رو میداد، ما هم میرفتیم یه کافه‌ای با هم جشن میگرفتیم. خیلی دوران و روزگار خوشی بود. همه تقریبا سر به راه بودن، بچهای خوبی بودن، برای کسی مشکل ایجاد نمی‌کردن به جز این بهین خانم. کم کم همه یه حس بدی بهش پیدا کرده بودیم. رفتاراش یه خورده فخر فروشانه شده بود، با هر کسی جوش نمیخورد. با یه سری از بچه‌ها که مثل خودش تیپ و ظاهر خوبی داشتن و مسافرت‌های خارجه میرفتن معاشرت میکرد. البته اونم بیشتر پسرا. هر چند ماه یه بار یه سفر خارج میرفت، بعدش هم میومد کلی پوز سفرش رو به همه میداد و عکسای مسافرتش رو میریخت تو لپتاپ و این لپتاپ رو میگرفت دستش، تو کل شرکت دور میزد و عکساشو به پسرا و آقایون نشون میداد. اونم نه عکسای معمولی ها، همه مثبت 18. کم کم همه متوجه شدیم که این بهین یه مشکل اخلاقی داره و یه چیزیش میشه. نزدیک عید سال جدید بود. یه روز دیدیم یکی از مدیران شرکت پول داد آقا عطا که شیرینی بگیره. آخه ماشین جدید خریده بود. همه به هم میگفتن یعنی چی گرفته؟ تا اینکه بهین اومد تو شرکت و با صدای بلند گفت بچه‌ها این آذره صفر جلو در مال کیه؟ همه فهمیدیم به به آقای امیدی مدیرمون آذرا خریده. دیگه همه بهش تبریک گفتیم و همکارای پسرمون بهش گفتن آقا آذرا ناهار داره ها، شیرینی بیفایده است. دیگه ما هم همه گفتیم بله آقا باید ناهار بدین. آقای امیدی هم قرار شد که برای همه ناهار ساندویچ بگیره. اون روز کلی گفتیم و خندیدیم. بعدم همه یه دور رفتیم پایین و ماشین جدیدو دیدیم. فرداش من و همکارم نوشین و آتنا داشتیم تو آشپزخونه ناهار می‌خوردیم که یهو بهین وارد شد. گفت بچه‌ها بگید چی شده؟ ما با تعجب نگاش کردیم. آخه هیچ وقت با ماها کاری نداشت. خیلی هم با ما هم صحبت نمی‌شد. گفتیم چیه خبریه؟ گفت آره آخر هفته داره برام خواستگار میاد. گفتیم اوه به سلامتی. خب کی هست؟ گفت اسمش فرهاده، مرد خوبیه. فقط مشکلش اینه که یه بچه داره از ازدواج قبلیش. من گفتم پس حتما وضع و اوضاع مالیش خوبه که تو اجازه دادی با یه بچه بیاد خواستگاریت. گفت معلومه که خوبه، کارخونه دارن. بعدش هم من به کمتر از کارخونه دار و مدیر عامل و اینا رضایت نمیدم. ماشیناشون هم کم کم باید آذرا باشه یا یه چیز تو این مایه ها. بعد یه چشمکی به ما زد و رفت. دیگه تا چند وقت این فرهاد از دهن بهین خانم نمیافتاد. هی فرهاد این کارو کرد، منو برد فلانجا، برام گل گرفت، برام کادو عطر فلان قیمت گرفت. عید هم می‌خوایم با هم بریم دبی. خلاصه تا این فرهاد خانو تو چشم و چال همه نکرد دست بر نداشت. بهش گفتیم ببین حالا عکس این آقا فرهادو نشون بده ببینیم چه شکلی هست. گوشیشو آورد و بهمون نشون داد. مرد جا افتاده‌ای بود ولی فوق‌العاده خوش‌تیپ و مشخص بود که واقعا پول داره. به بهین گفتیم خیلی خوبه، همینو بچسب و ولش نکن. زودترم جوابشو بده، گناه داره. گفت نه بابا من که همینطوری الکی جواب نمیدم. باید چندین ماه بریم و بیایم کلا همه چیشو بسنجم. بعد اگه گزینه بهتری پیدا نکردم اون وقت جواب اینو میدم. بعد از عید که برگشتیم سر کار به بهین گفتیم خب سفر با آقا فرهاد خوب بود، خوش گذشت. گفت آره بد نبود ولی خب پسرش هم همش همراهش بود. اینطوری یکم معذب میشدم. چون تعطیلات عید بوده و مامان پسرش سفر بوده مجبور شده بود که با خودش بیارتش. گفتیم خب بالاخره جواب فرهادو دادی یا نه؟ گفت یکم دچار تردید شدم بعد این سفر.
واقعا پسرش بزرگه و تو سن حساسیه و برخورد باهاش سخته. نمیدونم، فکر نمی‌کنم جوابم بهش مثبت باشه. چند هفته بعد کلا متوجه شدیم بهین به فرهاد جواب رد داده و دیگه هم خبری از فرهاد گفتناش نیست. اتاق مدیر عاملمون آقای امیدی طبقه بالای ما بود. همسر آقای امیدی توی یکی از سالن‌های بالا شهر کار میکاپ انجام میداد. کلی هم کارش خوب بود و مشتری داشت. وضع مالیش هم خوب بود و دستش تو جیب خودش بود. یه دختر ناز و بانمکم داشتن به نام نیوشا که کلاس اول بود. یه روزایی که مامانش کار داشت، آقای امیدی میرفت مدرسه و نیوشا رو میآورد شرکت تا عصر با هم برن خونه. هفته بعد یه تعطیلی بود، سه شنبه و پنجشنبه. ما می‌خواستیم از آقای امیدی درخواست کنیم که چهارشنبه رو هم تعطیل کنن که چند روز همه بریم عشق و حال. یکی دو نفر از پسرا باهاش این درخواست رو مطرح کرده بودن ولی قبول نکرده بود. یهو بهین تا رسید و متوجه شد چی شده گفت بچه‌ها بذارید من برم باهاشون صحبت کنم، شاید قبول کردن. بهین رفت و برگشت با لبای خندون و گفت برید حالشو ببرید، اجازه همتون رو گرفتم، چهارشنبه تعطیل. از همونجا بود که شک ما به رفتارهای بهین شروع شد. همه گفتیم وا، ما این همه التماس کردیم قبول نکرد، چطور تا بهین رفت بالا سری قبول کرد؟ عجیب بود، ولی اون روز بری خودمون نیاوردیم. فرداش بهین داشت تلفنی با چند تا آژانس هواپیمایی صحبت میکرد تا ببینه بلیت قیمت مناسب گیرش میاد برای تایلند که خلاصه پیدا کرد. گفتیم بهین با کی میخوای بری تایلند؟ گفت چند تا از دوستای دانشگاه میان با هم این سری. هر وقت میگفت دوستای دانشگاه ماها میدونستیم حتما چند تا پسر توشونه. هفته بعد از تعطیلات شد و همه برگشتیم سر کار. بهین چند روز دیرتر از ما اومد. وقتی رسید از لحظه اول داشت عکساشو تو لپتاپ به همه نشون میداد. البته بیشتر آقایون و پسرا. واقعا عکساش مناسب نبودن. نیم ساعت بعد به منشی آقای امیدی که یه دختر خانم بانمک ارمنی بود گفت آقای امیدی اومدن؟ اونم گفت بله تازه رسیدن. هیچی، با پررویی لپتاپو برداشت و رفت بالا که عکساشو به آقای امیدی هم نشون بده. دیگه همه بچه‌ها فهمیده بودیم که یه خبری هست حتما. وگرنه آقای امیدی انقدر وقت خالی نداره که بذاره عکسای مسافرت شخصی بچه‌ها رو نگاه کنه. 3 روز بعدم یهو ساعت 4 بهار گفت بچه‌ها من دارم میرم کلاس زبان. وسایلشو برداشت و سریع خداحافظی کرد و رفت. 5 دقیقه بعدم آقای امیدی از بالا اومد پایین و البته چون کسی متوجهش نشه ازمون خداحافظی نکرد، ولی ما دیدیم که اونم از در خارج شد و رفت. یهو بردیا یکی از همکارام گفت فکر کنم بهین و آقای امیدی توی کلاس زبان ثبت نام کردن و با هم کلاسین. همه ما زدیم زیر خنده. بعدش بهش گفتیم بابا هیچی نگو، یه موقع به گوش خانومش میرسه ناراحت میشه. ماه بعد تولد آقای امیدی بود. طبق معمول تولدا ما براش کیک بزرگ سفارش دادیم و همه با هم پول جمع کردیم برای هدیه. عطر خیلی گرون براش خریدیم. به این پول نداد، گفت من خودم از تایلند یه چیز آوردم که به عنوان کادو میدم بهشون. عصر که شد خانم و دختر آقای امیدی اومدن برای تولد. خانمش سایه جون خیلی خانم شیک و با مزه‌ای بود، واقعا خوشگلم بود، ولی خب از نظر اندامی چاق بود و از نظر هیکل با آقای امیدی فرق داشت. همه تو اتاق کنفرانس جمع شده بودیم و می‌خواستیم یه عکس دست جمعی بندازیم که دیدیم بهین نیست. همه گفتیم بهین بودو بیا، بهین کجایی؟ خبری ازش نشد. آقای امیدی گفت زنگ بزنید داخلیش بگید زود بیاد. داخلیشو گرفتیم جواب نداد. آتنا رفت پایین دنبالش، ولی وقتی برگشت گفت نیستش، فکر کنم امروز زود رفته خونه. بردیا گفت آره شاید کلاس زبان داشته. آقای امیدی یه نگاه چپ چپی به بردیا کرد و ما هم پریدیم بهش که بابا دهنتو ببند، دنبال دردسر میگردی؟ اون روز چون سایه خانم آقای امیدی اومده بودن و بهین رفته بود باعث شد همه ما بیشتر شک کنیم که واقعا چه خبره، یعنی اینا با هم سر و سری دارن. چند وقت بعد یه نمایشگاه تو حوزه آیتی قرار بود توی دبی برگزار بشه. شرکت ما هم یه غرفه تو اون نمایشگاه داشت. تصمیم بر این شد که بیشتر بچهای بخش فنی برن که توضیحات لازمو به مشتریا بدن. تو این میون ما دیدیم که بهینم هی میگه بچه‌ها دبی چیزی نمیخواین، چیزی نیاز داشتین بگین، تو رو خدا تعارف نکنید. ما گفتیم مگه تو هم میخوای بری؟ آخه قرار بود فقط بچهای فنی برن. گفت آره درسته بچهای فنی میرن، ولی بالاخره یکی اونجا باید مواظب اینا باشه دیگه. اینکه زبان چی، اینا مشکل زبان دارن، یکی باید باشه که صحبت‌ها رو ترجمه کنه. بهین واقعا زبانش خوب بود. اینطوری بود که خودشو به زور جا داد تو تیم و با بچه‌ها رفت دبی. البته که آقای امیدی به عنوان مدیر عامل هم همراه تیم بود. فرداش سایه خانم با شرکت تماس گرفته بود و از منشی سوال کرده بود که کیا رفتن دبی. منشی هم که دوزاریش افتاده بود اسمی از بهین نبرد. اتفاقا ما وقتی فهمیدیم بهش گفتیم اشتباه کردی و اگه این خانم زودتر متوجه موضوع بشه شاید بتونه زندگیشو نجات بده.
ولی خب بعداً متوجه شدیم که خیلی هم فرقی نداشت که بدونه، چون بهین خانم تو اون سفر دیگه میخش و محکم کوبیده بود. 1 ماه از دبی رفتن گذشته بود و یه روز دیدیم بهین با استرس و نگرانی اومد شرکت. سریع از منشی پرسید شهرام هست؟ اونم گفته بود آره تو اتاقشه. ما همه با تعجب به هم نگاه کردیم. هیچ وقت جلوی ما اسم کوچیکش رو صدا نمیزد. حداقل میگفت امیدی هست. خلاصه رفت بالا. منشی هم پشت سر دوید و رفت. بعد چند دقیقه اومد پایین. به ما گفت فکر کنم یه خبری شده، حسابی دارن دعوا میکنن. ما هم گفتیم بهتر، حداقل دعواشون باعث بشه بهین دست از سر زندگی این آدم برداره. روزای بعد می‌دیدیم بهین بیحاله، صبح دیر میاد، بعضی روزام نمیومد. هر وقتم میومد یه راست میرفت بالا تو اتاق امیدی و هر روز با هم بحث و تنش داشتن. تا اینکه ما از حالتهای بهین بو بردیم که بهین خانم حامل است. همه از تعجب شاخمون در اومده بود وقتی فهمیدیم. نیوشا میگفت خدا لعنتش کنه این بهینو، اگه سایه بفهمه چیز زندگیشون خراب میشه. چقدر بی شخصیت این دختر. بالاخره خودشو انداخت به این امیدی بیچاره. نیوشا گفت آره یادتونه میگفت شوهر من باید کم کم آذر داشته باشه. خب دیگه به هدفش رسید. هضم این موضوع برای ماها سخت و غیر قابل باور بود، چه برسه به سایه. ولی خب ماه پشت ابر نمیمونه. یه روز سایه عصبانی و سراسیمه وارد شرکت شد. داد و هوا رو جیغ کشید که این دختره کجاست. ما هم کلی سعی کردیم آرومش کنیم ولی گوشش بدهکار نبود. نمیدونیم از کجا بو برده بود. اون روز بهین نیامده بود سر کار. سایه رو کرد بهمون گفت بچه‌ها از شماها انتظار نداشتم. به منشی گفت شماها اگه چیزی متوجه شده بودین باید خیلی زودتر بهم میگفتین تا کار به اینجا نکشه و زندگی من و دخترم خراب نشه. راست میگفت، حق داشت، هرچی بهمون بگه حق داشت. ما همه سرمون رو انداخته بودیم پایین و جوابی براش نداشتیم. اون روز سایه هرچی دوست داشت بارمون کرد و رفت. چند وقت بعد خبر طلاق سایه و شهرامو شنیدیم و شهرام هم چون اقامت انگلیس رو داشت دست بهینو گرفت و بردش انگلیس تا بچه رو اونجا به دنیا بیاره. بهینم دیگه از اون روز به بعد شرکت نیامد و حتی با ما هم خدافظی نکرد. انقدر وقیح بود که بعد از به دنیا آمدن بچه اومدن ایران و رفتن شمال. تو ویلای پدر بهین یه عروسی آنچنانی هم گرفتن. بعدش برای همیشه برگشتن انگلیس و همونجا با هم زندگی کردن. بله، به همین راحتی بهین خانم زندگی رویاییش رو خرابه زندگی یکی دیگه ساخت. این که میگم بالاخره یه روزی باید جواب پس بده و مگه میشه اینطوری بدون مجازات؟ ما که ندیدیم. خیلی هم خوشحال و خرم با هم دارن زندگی میکنن و عاقبت این زندگی چی میشه دیگه خدا میدونه. ممنونم که با یه داستان دیگه همراه من بودین. لطفاً نظراتتون رو راجع به این داستان برام کامنت کنین و با لایک و سابسکرایب و شیر تو رشد این کانال بهم کمک کنین. خیلی دوستتون دارم.